تو این ویدیو میخوام تمام فیلم های آلبرت دیسالو رو از آ تا زد بهتون معرفی کنم. با اپیک همراه باشید. امروز در مورد یه قاتل سریالی قرار صحبت کنم که میشه گفتش حتی مطمئن نیستن که تمام این قتل‌ها رو این آدم انجام داده یا نه. آلبرت جزو دست قاتلایی که به نظر من خیلی قاتل جذابیه. به نظر من جذاب، قیافش هم واقعا جذابه. حالا عکساشو که براتون گذاشتم خودتون میبینید متوجه میشین. حالا توی قسمتایی که میخوام فیلمم بهتون معرفی کنم میبینید چه بازیگر جیگری اون موقع جای این قاتل رو میگیره و نقشش رو بازی میکنه. آلبرت هنری دیسالو متولد 3 سپتامبر 1931 توی چلسی ماساچوست به دنیا میاد. تو 25 نوامبر 1973 توی زندان والپول توی خود ماساچوست میمیره. یعنی در اصل توی 42 سالگی. بهش چند تا لقب میدن: بوستون استرنگلر، The Measuring Man، The Green Man. حالا بعداً راجع به این 3 تا لقب حتما باهاتون حرف میزنم. سر فیلم ها حتما یه ذره بریم جلوتر که ببینیم چی کار کرده، اصلا چه نوع قاتلی بوده، طرز کشتنش چه شکلی بوده. من این 3 تا رو براتون توضیح میدم. دیسالو در خانواده بسیار خشونتبار بزرگ شده. پدرش الکلی بوده، خشن بوده و بارها همسر و فرزندانش رو میزده. و حتی یه سری گزارش وجود داره که همسرش رو به دیوار میبسته و جلوی بچه‌هاش میزدتش و طبق معمول همیشگی یه بچگی خیلی بد داره و باعث این میشه که میگن روانشناسا میگن آلبرت نصف بیشتر خشونتاش دلیلش همین میتونسته باشه. و آلبرت از همون کودکی دزدی میکرده، با حیوونا خشونتبار رفتار میکرده و بارها به کانون اصلاح تربیت میره و توی آمریکا خدمت میکنه، تو ارتش آمریکا خدمت میکنه. عملکردش انقدر خوب بوده که مدال هم بهش میدن و بعد از اینکه از ارتش برمیگرده وارد دنیای جرم میشه. یه چیزی که وجود داره، من حس خودم رو دارم میگم، من احساس میکنم آلبرت بعد از اینکه توی ارتش خدمت میکنه یه همچین آدم خشنی از توش در میاد و فکر میکنم کمتر ربط داشته باشه به دوران کودکیش. نمیدونم، این ایده خودمه. با زنی به نام ایرما ازدواج میکنه و اونا 2 تا فرزند دارن و انقدر این آدم خوبی بوده توی زندگی زناشویی که وقتی زنش متوجه میشه که این همچین کارایی کرده اصلا باورش نمیشه و میگه که آلبرت خیلی مرد خوبی بوده و من دوستش داشتم. برمیگردیم به اون ویدیو که اگه یادتون باشه و اگه دیده باشین بهتون گفتم هر لحظه ممکنه حتی دوستتون، پدرتون که خیلی دوستش دارین، مادرتون، همسرتون که خیلی دوستش دارین، خیلی با شما خوبه، یه قاتل جانی آدمکش وحشتناک باشه. دیگه بالاخره من بهتون گفتم، حواستون رو جمع کنیم. و شروع جرایمش از قبل از پرونده بوستون، اون به عنوان یک مجرم جنسی اول شناخته میشه. یعنی دلیل این که بهش میگن میزرینگ من اینه که مثلا به عنوان یک کسی که مثلا طراح مده، به عنوان یک کسی که مثلا میخواد بیاد لوله های خونه رو درست کنه، هر چیز دیگه وارد خونه خانم‌ها میشده و وانمود میکرده که حالا از یه شرکتی میاد، برای تلفن میاد، حالا هر چی، و اونا رو چیز میکرده، اذیت میکرده در اصل و بعدم خفه‌شون میکرده و بهشون تجاوز میکرده و بعدم اونجا فرار میکرده. یعنی اوایل اینجوری نبوده که بره بکشه، بهشون تجاوز میکرده بعدم فرار میکرده. و اگر بخوایم بگیم که چرا گرین من حالا میشناسنش، به خاطر اینکه میزرینگ من کسی بوده که تجاوز نمیکرده، فقط تاچشون میکرده. تو اون تیکه فقط تاچ میکرده، خانوما رو فرار میکرده، ولی بعدها این یکم پیشرفت میکنه، تجاوز میکنه و بعدش به عنوان گرین من میشناسنش. و بعد از اون که این اتفاقها رو صورت میده، میگن یعنی 2 تا در اصل ریپورترن، خانوم هم هستن توی اون دوره، میان این قضایا رو به هم ربط میدن و به اون لقب در اصل
بوستون استرنگلر رو میدن، یعنی خفه کننده بوستون. و بین سالهای 1962 تا 1964 باعث میشه که بوستون بره توی ترس و وحشت. تو این مدت، یعنی بین این سالها، 13 زن کشته میشن و ویژگی مشترکشون بیشتر مورد تجاوز قرار گرفته بودن و با جوراب‌های پاریزین اون دوره و لباسای خودشون معمولا خفه شده بودن و معمولا همه اونها رو یه جورایی مثلا حالت روبانتور دوره گردنشون درست میکرده، اون چیزایی که باشون مثلا خفش کرده بوده. و در بیشتر موارد شما اصلا نمیبینین که اجباری وجود داشته باشه که این آدم به خونه اونها وارد میشه. و 100% اینجوری بوده که قاتل، یعنی قربانی ها خودشون در برای این آدم با میکنن. به نظر من میگم، بازم میگم، عکسش که گذاشتم دیدین حتما، چون به نظر من جذابه، مرد جذابیه، قد بلند، جذاب. ولی سن قربانی ها خیلی عجیب غریب با هم فرق داشته، یعنی از 19 سال داشته تا 85 سال. برادر من چیکار میکنی؟ با خود چند به خاطر همین تفاوت سنینه که یه سری کارشناسا معتقدن که اصلا ممکنه همه این قتل‌ها رو این آدم انجام نداده باشه، در صورتی که خودش گردن گرفته، یعنی گردنگیریش قوی بوده. گفته من کشتم. ولی خیلی‌ها میگن ممکنه همه این 13 قتل خودش انجام نداده باشه. تو سال 1964 به خاطر پرونده تجاوز دستگیر میشه و اونو به مرکز روانپزشکی بریج واتر میفرستن. اونجا با یه زندانی به نام جورج ناسار آشنا میشه. ناسار بعدا ادعا میکنه که دیسالوا بهمون اعتراف کرده که همون استرنگلر بوستونه و دیسالوا بعدها خودش میره به پلیس میگه که من همون قاتل بوستونم و اون خیلی جزئیات زیادی از قتل رو تعریف میکنه ولی یه مشکل خیلی بزرگی وجود داشته. هیچ مدرک فیزیکی و مستقیم اون زمان وجود نداشته که این آدم رو به این قتل‌ها ربط بده و یه سری چیزهایی که راجع به اون قتل‌ها این تعریف می‌کرده اصلا درست نبوده راجع به اتفاقایی که توی اون لحظه برای اون مقتول‌ها افتاده بوده و برای همین باعث می‌شده که پلیس فکر کنه که ممکنه اشتباه کرده باشه. اما میبینیم که بعد، یعنی توی قتل 13 بعدن که دی ان ای میاد، دی ان ای در اصل اینو از توی قبر میکشن بیرون دیسالوا رو و میان دی ان ایش رو با چیزی که اون مایه شادمانیش مقایسه میکنن و میبینن که آره این قاتل همون خانم 13 بوده. ولی با همه این حرفا موقعی که گزارش ریپورت میده به پلیس که اونو کشته، باز هم تو جزئیات مشکل داشته، یعنی جزئیات دقیق نگفته بوده به پلیس و اون اتفاقا کامل نبودن. ولی خب این ثابت میشه که 13% کار آلبرت بوده. وکیلش لی بیلی مثل اینکه وکیل خیلی مشهور توی جزو وکلای جنایی آمریکا بوده و خیلی تلاش میکنه که نشون بده اون لحاظ روانی دچار اختلاله. ولی خب بالاخره اصلا در اصل اون به خاطر این قتل‌ها محاکمه هم نمیشه و در سال 1967 به دلیل تجاوز، سرقت و جرایم مرتبط به کاری که کرده به حبس ابد محکوم میشه و نه فقط یعنی نه اصلا به خاطر قتل‌های بوستون. و در سال 1967 از بیمارستان روانی بریجواتر فرار میکنه. فرارش تنها چند روز طول میکشه و دوباره دستگیر میشه. در 25 نوامبر 1973 دیسالوا در زندان با ضربات چاقو کشته میشه و هیچ کس نمیفهمه قاتلش توی زندان کی بوده و کی اونو کشته. اسم اون کسی هم که 13مین نفره مری سولیوان، آخرین قربانی در اصل دیسالوا شناخته میشه. و همین یکی از جالبترین چیزهایی که راجع به آلبرت وجود داره اینه که بسیار این آدم سن قربانیاش با هم خیلی فرق داشته و این به نظرم واقعا خودش میتونست انجام داده باشه. ما خودمون وقتی یه کاری رو فکر میکنم بعضی وقتا انجام میدیم نمیتونیم با همون دیتیل
و ظرافت بشینیم همه چی رو تعریف کنیم. یعنی یه جایی رو ممکنه ذهنمون یاری نده، حالا چه برسه به آلبرت. اینکه واقعا این کارو کرده یا نه خیلی سخته، ولی کاش اون موقع DNA وجود داشت و میتونستن اینو ثابت کنن. آدم نمیتونست ببرت زیر سوال بگه همه کارا رو این کرده چون خودش اعتراف کرده، نه چیز دیگه. البته میگن آلبرت خیلی دوست داشته دیده بشه، شاید به خاطر اینکه دوست داشته دیده بشه این حرفا رو زده بوده، نمیدونم. ولی خیلی خودم دوست داشتم جزو کسایی می بود که حداقل ثابت میشد، ولی خب به خاطرشون هم محاکمه نشده دیگه. حالا میریم سر فیلماش. بوستون استرنگلر ریویزیتد. بچه این توی یوتیوب میتونین این فیلم رو ببینین، مستنده و درباره همون قتلای 13 زنه بین 1962 تا 1964 و اینکه تمام شک‌ها و تناقضایی که توی این پرونده وجود داره همه رو میخواد بکشه بیرون و این قربانی‌ها رو خیلی بد نشون میده، یعنی یه جوری نوبادی نشون میده، انگار هیچ کسی نیستن. خیلی برای من فیلم جالبی نیست، ولی اگر دوست داشته باشین میتونین ببینین. تو سال 2006 ساخته شده. فیلم بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم بوستون استرنگلر تو 2023 ساخته شده. ریت 6 و 5. مت راسکین این فیلم رو ساخته و توی این فیلم نوشته اولش inspired of true story، همونجوری که بهتون گفتم الهام گرفته. توی ویدیوی اول اگه بریم ببینین من راجبش کامل توضیح دادم. این فیلم تمرکزش روی اون دوتا زنه، اون خبرنگارایی که من بهتون گفتم راجب اون خبرنگاراست. این زن ستیزی که توی اون سالها روی زنا وجود داشته، حرفای زنا رو گوش نمی‌کردن، ولی این دوتا زن چه تلاشی میکنن این تجاوزا و قتلا رو به هم مثلا ربطش میدن، مربوطش میکنن و شاید اصلا میگه که البته من به نظرم همین هم هست، یعنی کار این دوتا خبرنگار بوده که مثلا بهش چون گذاشتن اسمشو استرنگلر باعث میشه که مثلا پلیس یکم جدی قضیه رو بگیره، مجبور میشه که این وضعیت رو دنبال کنه. و یه مدرسه رو شاید باورتون نشه، اون ایستگاه پلیسی که میبینین بالای $5,000 اجارهش دادن که یه مدرسه است که بتونن اونا پلیس دهه 60 رو بسازن و تو زمانی که کرونا بوده این فیلم ساخته شده و هر دفعه کل تیم هفته 3 بار تست کرونا میدادن. به نظر فیلم خوبیه، من فیلم بدی ندیدمش، یعنی داستان داره، روایت درسته، همه چی به نظرم سر جای خودشه، قابل دیدنه. فیلم بدی واقعا نیست. اگه مثلا بخوام از 5 استار خودم به ستاره بدم 3.5. آره 3.5 میدم. فیلم خوبیه. The Boston Strangler سال 1968 ساخته شده. ریتش 7. کارگردانش ریچارد فلیشر. این یه فیلم خیلی عجیب غریبه چون گاسیپ خیلی زیادی داره، به خاطر اینکه تونی کرتیس این فیلم رو بازی میکنه. کسانی که اگه تونی کرتیس رو نمیشناسن بدونن یک پسر خوشگل، بچه خوشگل آمریکاییه که فیلم های خیلی طنز بازی کرده و معمولا همیشه بچه خوشگل کل اون فیلم بوده، همه دخترها عاشقشن دقیقاً و اصلا خیلی واقعا هم خوشگله. واقعا تونی کرتیس یک بازیگر بسیار خوشگل هالیووده و وقتی میخواد این فیلمو در اصل بازی کنه، کارگردان بهش نمیخواسته بذاره که این بازی کنه، میگه آقا اصلا نمیپذیرم تو رو به عنوان آلبرت، ولی این تلاش خودش رو میکنه و واقعا بازی خوبی میکنه. یعنی سعی میکنم با گیریم و اینا یک ذره مثلا با درست کردن دماغش که مثلا خیلی خوشگل بوده یه ذره مثلا قوز و اینا بهش بدن که یک کم از اون زیبایی بکاهن، ولی وقتی فیلمو میبینی بازم میگی بی منو خفه کن. نمیدونم اگه قاتلم تونی کرتیس باشه میگم بی منو بکش تو بی منو بکش. ولی واقعا خیلی فیلم عجیب غریبیه
من فیلمو دوست داشتم. شاید بخوام تونی که من بچه بودم هر بازیگر مردی رو دوست داشتم، فیلمش اگه حتی مزخرف هم بود از اول تا ته میدیدم. اینم فکر میکنم چون تونی کرتیس بازی کرده فیلم خوبیه. 5 استار. ولی نه واقعا جالبه، میدونین روند جالبیه، وحشت شهری رو نشون میده. من به نظرم فیلم خوبیه. حالا نه فقط خاطر که این بازی کرده، ولی خانم‌ها حتما ببینن، جان اندازه این فیلمو. The Hunt for the Boston Strangler تو 2007 ریتش 7.8. نوئل داکستادر کارگردانشه. چجوری بگم، خیلی تحقیق گونه است. مثلا همین چیزی که برای من سواله بیشتر رو همین فوکس داره که آیا این کشته یا نکشته، ممکنه کسی دیگه ای باشه. فیلم جالبی برای من نبود اصلا. نمیدونم، اگه دوست داشتیم میتونیم ببینیم. The Boston Strangler Unheard Confession تو 2025 ساخته شده. بچه‌ها بیاین تصور کنی یه نفری 13 قتل بهش اعتراف میکنه. تا اینجا درست. و گفته که من این کارا رو کردم و پرونده بسته شده. حالا بعد از 60 سال میایم یه چیزی رو خیلی جذاب از زیر خاک میکشیم بیرون و نوارهای اعترافی آلبرت رو ما میشنویم توی این فیلم. اگه دوست داشتین ببینین. اسپویل نمی کنم که بتونین ببینین. من به نظرم این فیلم خوبه. شاید به خاطر اینکه صدای خود آلبرت رو میشنوین. همین. این از آلبرت و تمام. و نفر بعدی آدمیه که شاید خیلی هاتون بشناسینش اصلا. و مطمئنم که بدتون نمیاد باهاش، با فیلمهاش حداقل آشنا بشین. قاتل بعدی هم از نظر من آدم جذابیه. حتما ویدیوی بعدی رو از دست ندید و با من همراه باشید. و اینکه لطفاً اگر که از ویدیو خوشتون اومده لایک کنین، سابسکرایب هم کنین و زنگوله رو هم بزنید. ممنون. حمایت هم کنین، کامنت بذارین. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. آریبدرچی.